اگه فقط با چند تغییر ساده بتونی اون نیروی زنانه‌ای که در وجود تو هست اما تو فراموش کردی و یا خواستم که تو فراموش کنی، حاضری اون بیدار کنی، حاضری همین امروز با من شروع کنی؟ اگر اینطور است پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام به وقت شما عزیزان بخیر. خوشحالم از اینکه بازم در یک ویدیوی دیگه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. و این ویدیو هم در مورد انرژی زنانه و که چگونه میتونن زنا اون انرژی درونی خود را یا ذهن ناخودآگاه خود دوباره بازیابی کنم، از طریق چی کارهایی باید انجام بدم تا بتونم اون انرژی که از دست دادم با انجام این کارها دوباره به دست بیارم. و در مورد اینکه انرژی زنانه چی هست و چی مراحلی داره ما 3 تا ویدیو داریم. خوشحال میشم اگر اولین ویدیویی که میبینیم خوشحال میشم بریم و او ویدیو رو اول ببینیم تا اینکه همه مفاهیم درک کنیم و بعد به این ویدیو برسیم. و ما تا امروز کلی با هم دیگر گفتگو کردیم در مورد انرژی زنانه و انرژی مردانه. و این انرژی زنانه و مردانه که گفتم در ذهن ناخودآگاه مانه و در وجود هر انسان وجود داره، چی مرد و چی زن. و به خاطر از اینکه مفهومی کلمات بفهمیم بهتره که ویدیوهای قبلی ببینیم. و اینجا ما میخوایم در مورد از این بحث کنیم که ما چی کارهایی میتونیم انجام بدیم تا دوباره اون انرژی زنانه که در ذهن ناخودآگاه ما زنان از بین رفته یا اینکه دفن شده، ما دوباره بتونیم اونا بازسازی کنیم و دوباره اونا رو به دست بیاریم. درسته شاید کار آسانی نباشه، اما در این دنیا هیچ کاری نشد نداره. اگر خود ما تصمیم بگیریم، اگر خودشناسی کنیم، اگر آگاهی به دست بیاریم، مطالعه کنیم، کتاب بخونیم، مطمئن باشیم که میتونیم این کارا رو انجام بدیم. و این کارهایی که من امروز میخوام برای شما در میون بذارم که میتونیم انجام بدیم تا اینکه اون انرژی زنانه خود دوباره بازیابی کنیم، کارهای خیلی سختی نیه، هر کس هم میتونه انجام بده. اما نکات خیلی مهمتر اینه که اول ما بفهمیم کجا ما انرژی زنانه خود طرد کردیم و چی باورایی راجع به زنا در ذهن ناخودآگاه خود داریم. آیا هنوزم فکر میکنیم که زن بودن ضعیفه، زن بودن نعمت نیه، زن بودن خوب نیه؟ اگر این باورا داریم، اگر خود یک موجود ضعیفی میدونیم، اگر هیچ ارتباطی با بدن خود با جسم خود نداریم و خود فکر میکنیم که حتی خداوندم شما رو فراموش کرده، بهتر اول او ریشه ها رو پیدا کنیم و اونا رو اصلاح کنیم و بعد به مراحل بعدی که مراحلی که هست که میتونیم دوباره این کارا رو انجام بدیم تا اون انرژی زنانه که در روانش هر زن و هر مرد موجوده که در زنان خیلی بیشتر و پررنگ تره به خاطر زن بودن، اینا بتونیم ما دوباره بازسازی کنیم و به دست بیاریم. البته اون انرژی هست، فقط چون ما از اون استفاده نکردیم، چون ما اون طرد کردیم، چون ما اون وقتی از بالا آمده طوری با او برخورد کردیم که با تو نیازی نداریم، مثل از اینی که سرخورده شده باشه. از اون خاطر ما با انجام این کارهایی که امروز میگم که انجام بدیم میتونیم اون انرژی آیسته آیسته به روال قبلی و بالا بیاریم و برای او بگیم که مثلا مهمه، انرژی زنانه خیلی مهمه در زندگی ما زنان. خواستم اینا رو هم در اول برای شما اضافه کنم که اینکه درسته چیزایی که به شما امروز میگم میتونه خیلی به شما کمک کنه، اما اول باید شما ریشی رو پیدا کنیم که من چرا در این وضعیت قرار دارم، چرا اگر در خانواده برای من احترام گذاشته نمیشه، چرا همه گناه ها رو به گردن طرف مقابل خود نندازیم. این آدم داره به من همین رقم برخورد میکنه، چی در منه که اجازه داده این همین رقم به من برخورد کنه؟ آیا شوهرم به من احترام نمیذاره؟ آیا شوهرم من آدم حساب نمیکنه؟ چی در منه که اجازه داده بری و کمچو رفتاری با من بکنه؟ چرا باید همچو رفتاری با من بکنه؟ اکثر خانومان میبینی همیشه میگم فلانی خیلی شانس داره، شوهر خیلی اون میخواه، اما نمیفهمم فلانی چی کار میکنه. وقتی از اون سوال میکنیم مثلا فلانی چی کار میکنه، فکر میکنی که شوهری اون میخواه، کار خاصی هم نمیکنه، خدا داده برای شانس داره. نه، شانس به دست آوردنیه، شانس ساختنیه. ما میتونیم زندگی خود نجات بدیم اگر خود بشناسیم، اگر سایه ها خود بشناسیم، اگر باورهای اشتباه خود بشناسیم، اگر ذهن ناخودآگاه خود بشناسیم، ما میتونیم
زندگی خود نجات بدیم، زندگی خود مراحل بالاتری ببریم که همون مردی که به شما به احترامی میکرد وقتی انرژی زنانه و مردانه شما در درون شما نامتعادله و اینکه از حالت طبیعی خارج شده، خب همون انرژی که اون عشق که در بین اون دو انرژی در ذهن ناخودآگاه شمانه از کار افتاده و هر دو تا اینا مخالف همدیگر شدن و در ذهن ناخودآگاه دارن به همدیگر ظلم و ستم میکنن، خب در بیرون هم همون اتفاق میفته. شما نمیخواین شوهر خوب ببینی و شوهر شما نمیخواد شما رو ببینه. چرا؟ چون در ذهن ناخودآگاه ما که گفتم یک دنیای شگفت انگیز و جادویی اتفاق افتاده که طرف نمیخواد شوهر خوب ببینه یا در ذهن ناخودآگاه اصلا نمیفهمی که همچون انرژی وجود داره. انرژی زنانه دوباره بازیابی کنیم و دوباره بتونیم بازسازی کنیم، اونا رو ببینیم. از همه مهمتر اونا رو ببینیم که ما زنیم و همچون انرژی در وجود ما جریان داره. این انرژی خیلی مهمه، زندگی سازه. از اون خاطر چیزایی که باید انجام بدیم اینه که اولین چیزی که باید انجام بدیم، ما باید دوباره اتصال پیدا کنیم به بدن خود، به احساسات خود. وقتی طال شده مثلا فکر کنیم به چه شما بیرونه یا اینکه مثلا شوهر شما بیرونه و دل شما میفته یک حس ناخوشاینده، احساس میکنیم سر و پا و وجود شما رو گرفته و احساس میکنیم که نکنه اتفاق بدی افتاده باشه برای فرزندم، برای شوهرم، برای خانواده من. و وقتی چند ساعت تیر میشه او حس میگیریم اما بعد رها میکنه. چند ساعت تیر میشه میبینیم واقعا مثلا پسر شما یا دختر شما تعریف میکنه که همچه اتفاق قرار بود به من بفته و نفتاد، یا اینکه مثلا میتونستم از او اتفاق مثلا خود خلاص کنم یا هر چیزی. چی رقم اوی احساس شما احساس کردیم از طریق قوه شنود خود. اما اگر ما یه قوه شنوده تقویت کنیم و وقتی احساساتی در وجود ما به وجود میاد، کم تو چیزایی به ما داره از قبل داره خداوند به ما میگه همچون اتفاق هست، ما زنا با قوه شنود خو و منبع وصله، ما میتونیم خیلی چیزا از روی قوه شنود خو، از روی احساسات خو درک کنیم، بفهمیم. پس خیلی مهمه که ما قوه شنود خو، احساسات خو مهم بشماریم و برای اینو اهمیت بدیم و سعی کنیم روز به روز این قوه شنوده تقویت کنیم. چی رقم میتونیم ما تقویت کنیم؟ مثلا وقتی که همچون اسه برای ما دست میده فوراً اون بنویسیم. وقتی اون رو ما مینویسیم هی ما میبینیم ذهن ناخودآگاه طوریه هر چیزی که برای تمرکز میکنی، برای مرکز توجه تو میشه، از اون بیشتر به تو نشون میده. وقتی ما قوه تمرکز خو میذاریم رو از این که ما قوه شنود خو میبینیم، مبزی حس خور الان که این حس دارم مثلا چی میتونه باشه، روز به روز حسا ما فعالتر میشه، بیشتر کار میکنه، قوه شنود ما بیشتر کار میکنه و این قوه شنود بزرگترین نعمتیه که خداوند به ما زنا داده. پس میتونیم خیلی خوبی از او استفاده کنیم. همیشه نیازی نیه که منطقی فکر کنیم. نیروهای که در وجود ما انسان ها خداوند جا گذاری کرده اکثرا از طریق شنودم، از طریق احساسات ما کار میکنه، اما ما اونا رو گذاشتیم کنار. فقط منطقه، میگم چیزی که منطقی نباشه اصلا مهم نیه، اما مهمه، خیلی مهمه. احساسات ما، قوه شنود ما زنا از منطق ما خیلی خیلی مهمتره، چون به ما اتفاقاتی میگه که هنوز اتفاق نفتاده، ما میتونیم اونا رو درک کنیم. و دوم این که سعی کنیم با بدن خود ارتباط برقرار کنیم. بدن ما مرکزیه که خداوند برای ما هدیه داده، مثل یک معبدیه. وقتی ما مسجد یا اینکه هر چیزی که برای ما مهمه، خونه ما رو تمیز میکنیم، گل داخل میگذاریم، سعی میکنیم با وسایلای خوب اون رو تزیین کنیم. بدن ما درست همین رقمه. اگر ما به فکر بدن خوب باشیم، اگر بدن خوب تغذیه کنیم، به بدن خوب برسیم، به احساسات خوب گوش کنیم، ورزش کنیم، پیاده روی کنیم، موزیکای خوب گوش کنیم، اینا به بدن ما و بازسازی بدن ما، به علم ما، به آگاهی ما کمک میکنه و همچنان میتونیم ظاهر زیباتری داشته باشیم. و همین که به بدن خود رسیدیم دیگه از اون دردهایی که در بدن ما وجود میاد وقتی ما تغذیه سالم داشته باشیم خیلی کمتر میشه، اون دردا کمتر میشه. وقتی یک کسی که شکر داره، شکر نمیخوره، خب معلومه روز به روز داره
مریضی و خوب میشه. اما وقتی متاسفانه ما به فکر چیزا نیم، فقط میخوایم شکم ما سیر بشه، فقط میخوایم اون شیرینی رو بخوریم که لذت خیلی کوتاهی از اون شیرینی ببریم، اما به ضررهایی که پشت از اون ما توجه نمی کنیم، یعنی که به بدن خود توجه نمی کنیم. بعضی انسان ها اضافه وزن خیلی زیادی دارن، انگار که بدن اینا خود اینا وقتی که چاق میشه، وقتی چربی جمع میکنه داره صحبت میکنه، من دیگه گنجایش ندارم، من دیگه توانایی ندارم، بسه. اما ما بدون از اینکه برای توجه کنیم همون روال ادامه میدیم، یعنی اینکه به بدن خود گوش نمیکنیم، به بدن خود اهمیت نمیدیم. بدن ما برای ما مهم نیه، این بدن معبدمانه، این بدن به چیزیه که خداوند به ما داده و ما داره اون روح ما که داخل وجود داره از طریق از این بدن حفاظت میشه. پس این خیلی مهمه، باید گوش کنیم که چی میگه. وقتی ما مریض میشیم داره به ما میگه یک چیزی در بدن تو نامیزونه. وقتی حال ما خوب نیه، افسرده میشیم، ما داره برای ما نشون میده، آلارم میده خوب نی، یک چیزی هست که درست کار نمیکنه، یک چیزی هست که تو ده از طریق تونه که درست کار نمیکنه. مثل از اینه که بدن ما هم هر چیزی که قبل از اینکه در درون ما اتفاق بیفته بدن ما عکس العمل برای اون نشون میده. وقتی ما بدن خو گوش میکنیم، وقتی ما بدن خو مهم میشمریم، مطمئن باشیم خیلی مریضی ها ما، خیلی رنج ها ما از بین میره. و دیگه این که سعی کنیم گفتم ورزش کنیم، پیاده روی کنیم، به طبیعت بریم، سعی کنیم با خاک و گل و گیاه در ارتباط باشیم. این چیزا نرم و لطیف و خلاقانه. وقتی ما این کارا رو انجام بدیم نیروی زنانی ما بالا میبره، اون انرژی زنانی که در وجود ما سرکوب شده پس دوباره آروم آروم بالا میاد. وقتی ما با خاک و گل و گیاه در ارتباط باشیم میتونیم اون انرژی ما آهسته آهسته حالت اولی خود برگرده. سعی کنیم رقص کنیم، سعی کنیم یوگا کنیم، حرکات آزاد انجام بدیم، حرکات کششی انجام بدیم که بدن ما او کرفتی و اون سختی که در بدن ما جمع شده از این طریق آزاد بشه. و نفسای عمیق شکمی بکشیم، سعی کنیم در طول روز نفسایی بکشیم عمیق باشه که از دماغ میکشیم و از دهن نفس اجازه میدیم خارج بشه. اینو خیلی خوبه، ما تازه میکنه، ما از حالتی که در اون گیر کردیم ما آزاد میکنه، اون انرژی گیر کرده رو آزاد میکنه و برای ما خیلی خوبه و برای بدن ما، برای ذهن ما، برای همه چیز ما خیلی خوبه. و وقتی هم که چرخه قاعدگی ما وقتی زنا پیریود میشیم سعی کنیم در اون چند روزی که پیریودی و بدن خوب برسیم، چون پیریود شدن یکی از بهترین نعمت‌های خداونده. وقتی یک زن پیریود میشه میتونه مادر بشه، میتونه یک موجودی از طریق خود به زمین بیاره، خیلی ارزشمنده. سعی کنیم با بدن خود با احترام رفتار کنیم، همیشه با احترام رفتار کنیم. اما وقتی که مریض هستیم، عادت ماهانه هستیم، وقت قاعدگی شمانه، سعی کنیم که خیلی مهربانانه تر به بدن خود برسیم، غذاهای گرم بخوریم، چای گرم، چیزایی بخوریم که کارهای سخت و سنگین انجام ندیم. سعی کنیم در این موقعیت که هستیم، در چرخه قاعدگی که هستیم، مراقبه کنیم، یوگا کنیم. اینو خیلی به بدن در این مراحل کمک میکنه و حتی کسایی که در وقت قاعدگی درد دارم، درد نار خیلی کمتر و کمتر میکنه وقتی این کارا رو انجام میدی. وقتی به بدن خودی و بدن توجه میکنی، خودی رو روز به روز داره خودخور بازسازی میکنه. دوباره اون زخمایی که در بدن ایجاد شده، مثل از اینه که شما یک فرزندی داشتین و توجه خاصی به اون نداشتین، چون یک فرزند دیگه به دنیا آمده و توجه شما تماما روی اونه. فرزند اولی کلن به او بی‌توجهی که گرفته در ذهن ناخودآگاهی و زخم شده، اوگار زخمیه، تا اینکه اگر با دوباره او فرزند اولی خود دوباره وقتی زخمی میبینیم برای توجه میکنیم، سعی میکنیم زخمایی به روی مرهم بذاریم، روز به روز زخما بهتر میشه و کودک شادابتر و خندانتر و بهتر میشه. همین رقم وقتی به بدن خود ما توجه میکنیم، بدن ما زخمیه، وقتی ما برای نمیدیدیم حالا داریم اون میبینیم، برای توجه میکنیم، برای رسیدگی میکنیم، بدن ما روز به روز خلاقتر میشه، سعی میکنه خود بازسازی کنه، سعی میکنه خود جاهایی که زخم بوده
تداوی کنه، مدارا کنه یا هر چیزی که نمیفهم فعلا به ذهنم نیومد که درست کلمه رو اهدا کنم، این بود که خودی دوباره سعی میکنه که او چرخه‌ای که بدن داره که به طور سالم طی میشه او دوباره اجرا کنه. و اینکه به ذهن ناخودآگاه خود خیلی اهمیت بدیم. خاطراتی که از گذشته داریم راجع به که چی خاطرات بدی از زنانگی داشتیم، به کجاها به خاطر زن بودن خود اذیت شدیم، چی آزارایی به خاطر زن بودن به شما رسیده، همگی سعی کنیم بنویسیم. و اینکه مثلا وقتی که ما فکر میکنیم که در جامعه هایی که مرد سالاری خیلی زیاده ما خود بی ارزش میدونیم، زن بودن نعمت نمیدونیم، برعکس یک ذلت میدونیم، ما باید او باورهای اشتباه اصلاح کنیم و خانمایی پیدا کنیم که خیلی روح زنانه‌ای دارم، خیلی به خود میرسم و خیلی هم موفقم و همین مردایی که در جامعه مرد سالاری زندگی میکنم از او خانوما تعریف و تمجید میکنم. نگاه کنید اونا دارن چیکار میکنم، از اونا یاد بگیریم، اونا الگو برای ذهن ناخودآگاه قرار بدیم. ذهن ناخودآگاه ما مثل بچه، هر چیزی که برای او بدیم او باور میکنه، پس سعی کنیم برای او الگوهای خوبی بدیم، خاطرات بد خوب بنویسیم و از ذهن خونان وقتی ما چیزی مینویسیم مثل از اینه که از ذهن خونان پاک‌کاری کردیم، ما او خاطرات میاریم رو دفتر و به اون نوشته که وقتی نگاه میکنیم انگار که یک بار سنگینی از رو دوش ما برداشته شده و ما گذاشتیم یک جای دیگه. از این خاطر خیلی مهمه خاطرات بد خود همیشه بنویسیم که راجع به زنان و زنانگی داشتیم. و اینکه مراقبه کنیم، سعی کنیم تجسم کنیم. سعی میکنم در مورد تجسم یک ویدیو حتما درست کنم چون خیلی مهمه، از نظر کوانتوم فیزیک خیلی مهمه تجسم که میکنیم، اما سعی کنیم مراقبه کنیم. در روز 10 دقیقه، خیلی زیاد نه، هزاران موزیک داخل یوتیوب یا هر جا میتونیم پیدا کنیم و مراقبه انجام بدیم. روز 10 دقیقه یا میتونیم روز 5 دقیقه بکنیم، 5 دقیقه صبح، 10 دقیقه 2 دفعه انجام بدیم، 5 دقیقه صبح، 5 دقیقه هم شب انجام بدیم تا اینکه بتونیم دوباره برگردیم به اصل خود. و استفاده از جملات تأکیدی سعی کنیم در طول روز، به خاطر از اینکه زنیم، به خاطر از اینکه من زنم توانایم، زن بودن به معنی که ضعیف بودنه. زن یعنی توانایی. شاید خیلی کسا به زبون بگن که من اصلا چیزای باور ندارم، من باور دارم که من زنم، من قویم، من قدرتمندم، اما زن ناخودآگاه شما اگه در خانواده زندگی میکردیم که به زن اهمیت خاصی نمیدادم، زن قابل احترام نبودم، حرف زنان شنیده نمیشده، مطمئن باشیم شما در ذهن ناخودآگاه همچو باورایی نداریم. این فقط در ذهن خودآگاه شما در اون 5% که احساس میکنیم که من قدرتمندم، زنم مثلا ضعف ندارم، در حالی که در ذهن ناخودآگاه خیلی زیاد ضعف داریم. سعی کنیم در طول روز جملات تأکیدی برای خود درست کنیم که من زنم، من قدرتمندم، من زنم، من شایسته‌ام، من آزادم، من برده کسی نیم، من حق انتخاب دارم، من میتونم. ولی که اگر اطرافیام هر چی بخوام به زندگی سخت کنم، من میتونم، از پسی برمیام، من توانایم، من کسیم که از طریق من خداوند انسان به زندگی، به این دنیا اضافه میکنه، پس من کم کسی نیم. چرا ما باید خود خورد و بی ارزش بشمارم؟ من زنم، من ارزشمندم، من قابل احترامم. سعی کنیم جملات تأکیدی در طول روز خیلی زیاد تکرار کنیم. به خود انرژی زنانه من گفتم که مهربونی، شنود، خلاقیت، پذیرش، مراقبت از خود و دیگرانه. از خود، اول از خود، بعد از دیگرانه. وقتی که ما از خود مراقبت نکنیم، مطمئن باشیم به دیگران نمیتونیم اون مراقبتی که باید انجام بدیم که اونا از ما راضی باشن. بعضی خانم‌ها میبینیم میگه من از صبح تا شام هزاران کار میکنم، زحمت میکشم، کسی نمیبینه، کسی تعریفی تمجیدی از این کارام نمیکنه، به دلیل از اینه که به چشم خودی نمیایه، او خودی اصلا بلد نیه. چی رقم بگم؟ وقتی کسی خودی از خود بلد نیه مراقبت کنه، خود نمیبینه، خودی کارا ارزشمند نمیشموره، چطور توقع داره که یکی از بیرون بیایه بری و بگه که تو کاراتو ارزشمنده؟
فکر کنین شما داخل خونه هستین که در دیوار همه جا نوشته که من بی ارزشم، من خوب نیام، من کارام ارزشمند نیست، اصلا چیکار میکنم، هیچ کار نمیکنم، من تاشون بیکارم. اصلا کارهایی که داریم در طول روز انجام بدیم، به چه داری میکنیم، خونه داری میکنیم، از همسر مراقبت میکنیم، از خانواده خود، از خانواده همسر مراقبت میکنیم، درس میخونیم یا هر چیزی داریم سعی میکنیم خودخواه به یک لولی برسونیم، اما چون در دیوار خونه خود شما زدیم که من بی ارزشم، من بیکارم، مثلا کارم ارزش نداره، توقع داریم یکی هم بیای داخل از این خونه و این همه کاغذ و برچسبی که به در و دیوار چسبوندیم و ببینه، اما بازم بیای شما بگه واو چقدر تو خوبی، چقدر ارزشمندی، خسته نباشی، از تو خیلی کار کردی، خدا به تو قوت بده، خیلی ارزشمندی، کاراتو قابل قدره. او هم که داخل میشه اولین چیزی که میبینه شما نمیبینه، برچسبایی که به اطراف خونه زدیم، از اونا شما رو قضاوت میکنه، از طریق احساسات شما، از طریق اون انرژی که داریم ما به دیگران ناخودآگاه انتقال میدیم ما رو قضاوت میکنه. پس سعی کنیم که به قوه شنود، به خلاقیت خو، به بدن خو خیلی احترام بگذاریم، خود شما از خود خو تعریف و تمجید کنی. نیاز اینه که بریم پیش همه بشینیم من بگیم من والا خاصم و خوبم، پیش خود خو. چرا گفتم جملات تأکیدی استفاده کنیم؟ سعی کنیم خودمون پیش خود از خود تعریف و تمجید کنیم، حال خود ما خوب کنیم. ما همیشه منتظریم یکی از بیرون بیای حال ما خوب کنه. ما میخوایم ازدواج کنیم که او بیای ما نجات بده. او خود نجات داده نمیتونه. هر کس خودی باید ناجی خود باشه، خودی باید خود نجات بده. هیچ کس نجات داده نمیتونه. نه زنی میتونه مردی نجات بده، نه هیچ مردی زنی میتونه نجات بده. در یک صورت اینا میتونن به هم مثلا همدیگر نجات بدم یا به همدیگر کمک کنم که همراه باشم با همدیگر، عشق بین اینا باشه، احترام باشه. در غیر صورت اصلا نمیتونه هیچ کس نجات بده. و اکثر دخترها منتظر از اینم که ازدواج کنم اون مرد با اسب سفید بیه اونا رو ببره و خوشبخت کنه، خونه بخره، ماشین بخره. برینم نگه که بالا چشم شما ابرویه، در حالی که خود اینا اصلا هم چیزایی ندارم. اصلا بدن اینا ناشناخته. اینه چی هست اصلا نمیفهمم. کلمه دوست دارم وقتی که برای می زن برای خودم ناشناخته باشه، شما به تنهایی برای از این میگم که امتحان کنیم ببینیم اثراتی رو. به تنهایی استاچیم جلو آینه برای خود بگیم من تو دوست دارم، ببینیم چی حس داریم، یک حس چیه، کاریه که من دارم میکنم خود. چون بدن شما یک کلمه مثل از اینی که بدن شما یک غذایی هیچ وقت نخورده و هیچ پیشینه‌ای راجب از اون نداره که چی هست. وقتی که بری اولین بار بخوری با صد دل و نادل بخورم، نخورم خوشمزه، یا میخوری خوشمزه نبود. وقتی که ما کلمات مثل همین میمونه، وقتی که ما هیچ آگهی یا هیچ علمی اصلا بدن ما او کلمه دوست دارم یا معذرت میخوام نمیشناسه، به ما گفته نشده از بچگی، چطور میتونه یک نفری بیایی دیگه برای ما خارج از زندگی ما بیای برای ما بگه که من خیلی تو دوست دارم، ما عاشق دارم؟ اصلا هم چون چیزی اتفاق نمیفته. اول باید همه چیز در درون ما ایجاد میشه. همه چیز از درون ما، زنها و مردها همین رقم از درون ما سرچشمه میگیره. وقتی یک زن خود دوست نداره، به خود احترام نداره و بدن خود ارتباط نداره، اصلا خود آدم نمیشموره، مطمئن باشه میشکسم اون رو آدم نمیشموره و به احترام نداره. و حتی دوست داشتنی هم که هست، دوست داشتن یه عادته. اینا میخوام خیلی واضح به شما بگم که با خود بیاییم، لطفاً با خود بیاییم و از اون حالتایی که داریم سعی کنیم خود به زندگی خود نجات بدیم. ما مطمئنم اگر این کاری که میگم انجام بدیم، اون مردی که به شما ظلم میکنه، به شما بی‌احترامی میکنه، روزی برسه خودیو بدون از اینکه شما حرفی بزنیم خودیو به شما احترام بگذاره. چرا که خود شما به خود احترام بگذاره، دیگه به او انرژی قبلی نیم، دیگه در سطح او انرژی قبلی نیم که او بخوای او کارای. چون ما در هر موقعیتی که هستیم در یک مدار هستیم، در یک موقعیتی که قرار داریم. مثل از اینه که در جامعه‌ای که اکثرا فکر میکنم فقیر زندگی میکنم، آدمایی که در اطرافم همگی فقیرم، اما چطور یک نفر از اون محله‌ای که هست که همه فقیرم میره به یک محله دیگه و یک محیط دیگه زندگی میکنه، روز به روز داره وضع زندگی رو بهتر میشه. چی رقم؟ چون ارتعاش رفته بالا، چون در یک مدار جدایی رفته. وقتی شما این عشق با خود پیدا میکنیم، وقتی شما به زن بودن به خود بودن احترام میگذاریم، اون سطح رویل شما میره بالا و اون مرد و اون کسی که در کنار شما ناخودآگاه به شما احترام میگذاره، ناخودآگاه شما رو دیگه میبینه. وقتی شما
شما کار خوب میبینیم، اون ناخودآگاه شما رو میبینه و کار شما رو میبینه. و سعی کنیم وقتی کاری که از شما کسی میخواه و شما دل شما نمیخواد اون کار انجام بدید، اما به خاطر از اینکه بده مردم چی میگم خجالت میکشم، اصلا نگم که من آدم بدیم، اون کار قبول میکنیم اما در اصل دل شما رضایت نداره، اون احساس خوب نداریم بدی از اون کار، اما مجبور میشیم اون کار انجام بدیم. البته مجبور که چی بگم، انتخاب میکنیم، به خاطر دیگران انتخاب میکنیم کار انجام بدیم. سعی کنیم نگفتن یاد بگیریم، سعی کنیم چیزی که به شما ضرر میزنه ولو که عزیزترینا شمانه با یک طریق خوبی خوشی نیازی نیه با اونا جنگ و دعوا کنیم، با احترام به این رو توضیح بدیم. درسته کار برای تو فایده میرسانه اما برای من نقص میرسونه، من نمیتونم به خود من انتخاب کنم، من خودم به خود ضرر بزنم، پس خواهش میکنم درک کن که من یک کار به یک طریق دیگه انجام بدیم که هم به تو فایده و مفاد داشته باشه هم به من. اما اگر تو بخوای به روشی که تو میخوای انجام بدی و من این کار به تو انجام بدم، من نمیتونم چون به خودم ضرر میزنه. من قابلیت باید به خود خوب بدم. شاید بگیم حالا من اینقدر کی کارا رو میکنم، من خودشیفته نمیشم، من تنها خود نمیبینم، من مردم نمیگن که چی رقمه که خود فکر میکنه. نه، مطمئن باشیم وقتی از این انرژی ظلم به خود، از این انرژی که حال شما رو بده در بیاییم، مطمئن باشیم آدمام شما رو طور دیگه ای میبینن. دیگه آدما از شما خواهشات بیجا ندارم، دیگه آدما از شما نمیخواین که برینا خدمت رایگان رو بکنین که به خود شما ضرر بزنه بزنه فایده. و بعضی زنا هم خیلی احساس گناه دارم، احساس ترس دارم. سعی کنیم، چون در خانواده هایی که ما در زندگی میکنیم از بچگی همیشه برای ما گفتم خجالت نمیکشی، مثلا فلان کاری کردیم خجالت نمیکشی، او که بیرون رفتیم خجالت نمیکشی، با یک مردی یک کلمه حرف زدیم خجالت نمیکشی، یک جور لباس پوشیدیم خجالت نمیکشی، کار میکنی. به هر چیزی به ما خجالت دادم. و ما خجالت یعنی چی؟ یعنی حس گناه. من پر از گناه شدم وقتی هی تکرار شده این کار خجالت نمیکشی، اون کار خجالت نمیشی. من پر از گناه شدم، من پر از حس گناه شدم. از اون خاطر سعی کنیم حسا گناه خود پیدا کنیم. این حسایی که من احساس میکنم گناه کردم اما الکی بوده و دروغ بوده، کسی که داشته به میگه پار میزده ای صحبت ها میکرده، خودی آگاهی نداشته، خودی علم نداشته، فقط او هم یه کار دیکت شده بوده برای من هم این کارا رو گفته، من هم ناخودآگاه اونا رو پذیرفتم. هر کاری کردم گفتم خجالت نمیکشی و دیگه از بس که گفتم خجالت نمیکشی اکثر خانومان میبینی که دیگه نمیخوام گپ بزنم، نمیخوام در یک محیطی که مردا هست اشتراک داشته باشم ولو که اگر او کار باعث موفقیت اینا بشه، نمیخوایم که در یک جایی که باید حق خود بخوایم زبون باز کنم و بگم این حق منه، من میخوام این حقه، چون میگم باید خجالت بکشم، حس گناه دارم. حس گناه جلو خیلی چیزا در زندگی ما میگیره و من سعی میکنم حتما در مورد حس گناه یک ویدیویی درست بکنم. و اینکه سعی کنیم با خانم‌های دیگه بیشتر در ارتباط باشیم، بین خانم‌ها شبکه سازی کنیم، سعی کنیم با همدیگر کمک کنیم، با همدیگر رفتار خوبی داشته باشیم، مخصوصا ما زن‌ها دیگه نخواهیم همدیگر رو تخریب کنیم، به پشت همدیگر براییم، به خاطر موفق شدن همدیگر کمک کنیم و احترام به همدیگر بگذاریم و سعی کنیم که با لباسای زنانه، با او شاید بگم لباس زنانه چی مدل، لباسایی که حس خوبی به شما میده، وقتی اون میپوشیم حس زن بودن به شما میده، سعی کنیم با همچون لباسایی استفاده کنیم، سعی کنیم به جسم خوب، به روح خوب، به مو خوب، به ناخون خوب برسیم. از همه مهمتر سعی کنیم به ذهن خوب برسیم. و اگر اینکه در جامعه زندگی میکنیم که از خیلی چیزا محرومیم، مطمئن باشیم اگر شما این کارهایی که گفتم انجام بدیم، روز به روز حال شما بهتر میشه. وقتی حس خوب نسبت به خود داریم، وقتی حال شما بهتر میشه و مطمئن باشیم سطح انرژی و ارتعاش شما بالا میره و سطح انرژی و ارتعاش شما که بالا رفت، مطمئن باشیم که از اون محیط خارج میشه، اون محیط هر کجا که میخواد باشه. میدارم که ویدیو خیلی طولانی شد اما نکاتی بود که باید خیلی واضح میگفتم و امیدوارم که تا آخر ویدیو با ما همراه بوده باشین و خوشحال میشم از اینکه کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین و ممنون میشم از اینکه لایک میکنین و دیگه رو به اشتراک میگذارین. بیاین ما خانم‌ها به هم دیگر کمک کنین تا دنیای زیباتر و پر از عشق داره و پر از موفقیت تری داشته باشیم. تا ویدیوی بعدی، دیدار بعدی، خدا نگهدار. روزگار شما خوش و همیشه یاد داشته باشیم که زن بودن
ضعف نیه، بلکه زن بودن قدرت و تواناییه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.